استعدادهای عظیم انسان اگه بخواد تو همین بین توالت و آشپزخانه و تلاوت تکرار گرفتار بشه، آستی میشه، خسته میشه. این استعدادهای عظیم انسان یک محدوده وسیع میخواد. با این پا فقط تا 70 سال نیست کارتون. تو بی نهایت راه در پیش داری. تو رهرو به منزل عشقی، طائر گلشن قدسی. تو بازیچه نیستی، تو بازیگر نیستی، تو تماشاچی نیستی. تو باید تا اونجا راه بری، تا قرب حق بری، تا رضوان او بری. تازه بهشت عدن، بهشت فردوس کمتر است. تو عظیمتری، تو بزرگتری. اتزعم انک جرم صغیر و فی کنف العالم الاکبر. تو خلیفة اللهی، مسجود فرشته هایی. تو عظیمی، به کم قانع نشو. اگر کسی بخواد سرمایه‌اش رو زیاد کنه باید چیکار کنه؟ 20,000 تومان داریم، می‌خوایم 20,000 تومان 2 میلیارد کنه. اگر از شما بپرسه میگی چیکار کن؟ تجارت. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم. میخواید راهنمایی کنم چگونه با سرمایه‌هاتون تجارت کنی؟ کجا این سرمایه رو خرج کنی؟ تو سود بده. اگر سرمایه بخواد به جریان بیفته و در مسیری بارور بشه و رشد کنه، به دو چیز احتیاج داره. یکی به خریداری پولدار، ثروتمند، مایه‌دار، و دیگر به بازاری وسیع عظیم که قدرت جذب سرمایه ها رو داشته باشه. 2 میلیارد تن خربوزه مشهد رو بیارن تو قمصر، تورم به وجود میاد، لک میزنه، میگنده، عفونت به وجود میاره، پشه ها رو جمع میکنه، پدر در میاره. کسی که میخواد تجارت کنه سرمایه های عظیمش رو با اون نیازهای عظیمش در نظر گرفته میخواد اینا رو به جریان میندازه، کجا تجارت کنه؟ تو چه بازاری و با چه خریداری؟ تجارت شروع شد. برای اینکه من اگه بخوام کم ها رو زیاد کنم باید تجارت کنم. دنیا کمه، میخوام زیادش کنم. خودم کمم، میخوام زیاد بشم. کجا زیاد بشم؟ با کی؟ به چه نحوی زیاد بشم؟ با تجارت. با کی معامله کنم؟ یک، در چه بازاری؟ خریداری که به من بده، از من نگیره، سرمایه منو نبلعه، چک و صفته دست من نده، نقد به من بده، مایه بهم بده. خودمو زیاد کنی. کیه؟ چه مشتری هست؟ ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم. مشتری خودت میخرید. به چی؟ به خودش خریدار، به بهشتش خرید. تو اون چی که تو بفهمی. امام صادق میگه ثمن من جز رب به من نمیتونه باشه. اثامن نفسا نفیسه رب. ثمن خودم رو جز ربم نمیتونم قرار بدم، چون با هر کی غیر معامله کنم باختم. پس ما یه مشتری پولدار میخواییم. مشتری ها کیان؟ نه، خلق، دنیا، شیطان، الله. اینا مشتری ها. کدوم میدم؟ کدوم دارم؟ کدوم توانم؟ با اون معامله. دوم یه بازار میخوایم، یه بازار وسیع، یه بازاری که بتونه این همه متاع رو جذب کنه، به جریان بندازه. ما متاع الحیات الدنیا فی الاخرة الا قلیل. این همه سرمایه ها و متاع ها و بهره ها در بازار آخرت چیز کمه. استعدادهای انسان و سرمایه های انسان اگه بخواد تو دنیا خرج بشه، تورم به وجود میاره، عصیان به وجود میاره. این انسان عظیم‌تره، نمیشه تو این محدود گنجونده. با این موتور نیرومند که نمیشه دوچرخه بچه ها رو رابو. اینکه استعدادهای عظیم انسان اگه بخواد تو همین بین توالت و آشپزخانه و تلاوت تکرار گرفتار بشه، آستی میشه، خسته میشه. اون استعدادهای عظیم انسان یک محدوده وسیع میخواد جذبش بکنه. چه بازاری که جذب کنه استعدادهای ما رو؟ جز بازار ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان ارجمند، دوستداران اندیشه استاد صفایی، عزیزانی که در این روزهای عزیز و شبهای گرانقدر، ایام ماه مبارک رمضان، پشت گیرنده هاتون موبایل احیانا یا لپتاپ هستید و دارید این گفتگوی ما رو با استاد لاجوردی نگاه میکنید. قرار ما این بود که چند دفعه هم بود وعدش رو داده بودیم که اندیشه استاد صفایی رو با شاگردانشون شروع کنیم، بازخوانی کنیم. شاگردانی که هم اندیشه استاد رو مستقیما چشیدند و هم اون اندیشه رو در سبک زندگی استاد دیدن. ما خیلی موقع‌ها یک اندیشه رو میخونیم، میبینیم، میشنویم در موردش و حتی جذبمون هم میکنه، ولی بعد با خودمون میاندیشیم اندیشه واقعا شدنیه؟ این رفتار، این سلوک، این سبک انجام شده یا نه؟ در حد
تئوری و در حد کاغذ و کتابه. اما وقتی که زندگی استاد صفایی رو با هم مرور میکنیم خیلی جذابه و خیلی دیدنیه که میتونیم فصل فصل و حتی میشه ادعا کرد برگ اندیشه استاد رو در زندگیش ما جستجو بکنیم. خب چون ماه رمضان هست و چون ایامیه که به هر حال میخوایم از این زاویه، از زاویه نکاتی که در ماه رمضان به درد ما هم میخوره، به اندیشه و سبک زندگی استاد نزدیک بشیم، موضوع گفتگومون رو قرار دادیم سبک زندگی استاد و سبک زندگی مرحوم صفایی در ماه‌های رمضان و نوع برخورد ایشون با قرآن، با اعمال عبادی و جایگاهی که این ماه و این اعمال و قرآن در سلوک عملی ایشون داره. خدمت استاد لاجوردی هستیم، خدمت ایشون هستیم و سلام علیک استاد داشته باشن تا بریم سوالا رو از ایشون بپرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت بزرگ و عزیزان حضرت عالی و عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن عرض سلام و ادب و احترام دارم ازشون. التماس دعا دارم و شب‌های دلت پیش داریم و دارن، به خصوص شب‌های قدر ما رو هم فراموش نکن. و خدمت شما هست. ممنونم استاد. استاد خب ما میدونیم، حالا خوبه که بینندگان ما بدونن که سابقه آشنایی شما با مرحوم استاد صفایی از کجا بوده و چجور شد که با ایشون آشنا شدید. یه مقدماتی نوع ارتباطتون رو با استاد بگید تا یواش یواش وارد بحث‌های جدی تر بشیم. خواهش می‌کنم. من مفصلا در بحثی صحبت گفتگوهایی که با برادر داشتم که مجموعه اونم یک کتاب شد، آسمان لاجوردی، این مطالب این حالا نمیگم مفصلا اما توضیح دادم. یک روز عاشورایی بود در منزل که از دوستان شنیده بودیم که شیخی هست که شیخ علیهای صفایی از کنم حضور شما افکار خوبی داره، افکار زیبایی داره. از کنم حضور شما ما قمیون خاطره خوبی از پدر ایشون نداشتیم. ما انقلابیون پدر ایشون به خاطر حالا چونم در مطالبی که خدا چه فرمودن توجیهش آمده. وقتی گفتیم بدون صفایی فهمیدیم که ایشون پسر عباس صفایی آیت الله عباس صفایی هستن. یه خورده حالت گاردی به قولی بچه جوان ها داشت. یه روز عاشورایی بود ایشون اومدن مزرعه از دوستان و اتفاقا بحث همین کتاب عاشورایی که ایشون داره هم کتاب رو تقریبا مطرح کردن که هدف آقا امام حسین از حرکت چون چی بود. و ما که مشتاق این مسائل بودیم و در سوالات ما این بود و کمتر میدیدیم از همینجا وارد شد. یعنی ما با یک سری شبهات و یک سری از کنم حلقه های مفقوده در اندیشه از یه طرفی خب دوران خیلی داغی بود. چه سالی بود آجا؟ سال 54 بود. 54 55 هم از کنم خدمت شما. ما ارتباط ها قوی تر شد. سال 56 دیگه وارد شدیم و خب من طلبه شده بودم و قبلشان از کنم زودتر از اینا طلبه شده بودم. آجا اون موقع چند سالتون بود شما؟ بیشتر 16 سال هم 16 سال. و تو این مدت دیگه تقریبا یکی از رؤوس کاریتون، فکریتون، روابطیتون اندیشه استاد صفایی بوده دیگه. تا اینکه حضرت عالی بعد رحلت استادم که وصی ایشون بودید و کارهای مربوط به ایشون رو بریم نزدیکشیم به سبک سلوک حاج شیخ و ماه رمضان. استاد صفایی معمولا تو ماه رمضان ها چه برنامه‌ای داشتن، چه کار میکردن، روابطشون چه جوری بود؟ یه شمای کلی از ماهایی که استاد صفایی رو دوست داریم و ندیدیمشون بدید، از اینکه ماه رمضان های شیخ چه جوری بود. ببینید
آقای صفایی رحمت الله علیه، من دیگه خودمونی صحبت میکنم، عناوین و اینها، اهتمام عجیبی به چند چیز داشت. یکی به روزه، دائم الصوم بود ایشون، ماهای عادی سال. عادی سال. دائم الذکر بود، همیشه اشکش جاری بود، ذکر باطنی داشت. فوق العاده به قرآن و قرائت قرآن اهتمام داشت. اینم نه تنها در ماه مبارک رمضان. عرض کنم حضور شما و دعا. من گاهی بعد از حتی رحلت ایشون بعضی دعاها رو میخونم، نه ای بابا این دعا رو من تو قنوت آتشخ شنیدم. بله. دورانی که مثلا به دعا توجه نداشتن، دورانی که انقلابیون بعضا در تحت تاثیر بعضی افراد که مفاتیح رو میکوبیدن، از کنم این که مفاتیح کتاب بسیار ارزشمندیه، بسیار منقحیه، ظلم بهش شده که مفاتیح رو از زندگی ها جدا کنیم. ادعیه‌اش انسان سازه، عرفان نابه. خدا رحمت کنه مرحوم مشایخ عباس، عرض کنم خدمت شما صاحب مفاتیح، عرض کنم حضور شما حق زیادی به گردن داره. حتی میگن در سطح جهانی در کشورهای خارجی به موازات قرآن مفاتیح هم تحت. پس 4 محور رو شما گفتید، همین دائم الصوم بودن، بله. ذکر داشتن، بله. قرآن و دعا. بله. بذارید با همین محور بریم جلو و سوالاتی که احیانا به ذهن من میاد عرض بکنم. من همین رو بگم تو خاطرات از ذهنم نره. من خب عرض کنم حضور شما که تو دوران طلبگی خودم، حتی درس خارجم که میخوندم، در 24 ساعت 3 اولویت داشتم. یکی این که حتما حرم حضرت معصومه سلام الله علیها زیارت داشته باشم، به خاطر یک درسمو یا یه بحثم اونجا میگذاشتم، چند وقتم گرفته نشه و هم اونجا زیارتی داشته باشم. یکی این که نماز جماعت حداقل 1 وعده، گاهی 3 وعده، آیت الله بهجت برم که خاطرات عجیب و خوبی هم زیبایی هم از کنم نماز ایشون، آدم هایی که میمدن، صوت ایشون، گریه ایشون، حق ایشون. یکم آقای صفایی رو ببینم در 24 ساعت. در 24 ساعت یه بار آجار بده. یه بار رو ببینم. اینه که معمولا یه درسی میگذاشتن. اگر درسم نمیگذاشتم میرفتم اونجا، چه هم خب دنبال کار بود. اگر من یه موتور هوندایی داشتم، اول از یه یاماها داشتم، هوندا داشتم، ایشونو سوار میکردم، با هم دیگه میرفتیم مثلا یزدان شهر خونه فلان طلبه، میرفت میگو بابا یه جایی بریم، مثلا خدا رحمت کنه آقا مصطفی موسوی یکی از شاگردان ایشون که خیلی هم از طرفدارای سرسخت شریعتی بود، بعد خیلی انقلابی مشهد بود، از شاگردای رهبری بودن آیت الله خامنه‌ای حفظه الله. عرض کنم ایشون اومده قم طلبه شده بود، بعد با آقای صفایی آشنا میشد قبل از ما. میرفتیم ایشون میرفتیم میگفت مثلا میگفت سید مصطفی آقا مصطفی یه مصیبتی بخون. چه خیلی به مصیبت و گوش دادن و متأثر شدن و بهره گرفتن. خیلی اعتقاد داشت و به زیارت آقا علی ابن موسی رضا توی ماه رمضان هم همیشه 10 روز اونجا بود دیگه. تو 10 روز نه، 1 ماه. 1 ماهش هم تشریف. 1 ماه میرفتن. 1 ماه قبل از ماهشون میرفتن. من یادم یک سال خدمت ایشون بودیم، دیدم ایشون غذا بالا میرن و میان، عرض کنم غذا میبرن. بعضی از دوستان خواص میرن اونجا، آقا مصطفی، آقای بغدادی، عرض کنم میرن بالا. بعد من گفتم آقا خبریه؟ گفت آقای اندرزگو بالاست. تو دوران فراری شهید اندرزگو، همون سال آخری که شهید شد ماه رمضان، تو که متاسفانه حتی صدا و سیما نه به کسانی که با آقای اندرزگو این ارتباط رو داشتن. و چند وقت پیشم یکی از دوستان یه خاطراتی رو مطرح کرد،
در عرض کنم حضور شما یه حجره‌ای تو فیضیه کنار همون به حساب مدرسه داشتن که این پاتوق حاج شیخ و دوستان ایشون و شیخ پیاده و عرض کنم عرفا و اندرزگو بود. آیا اندرزگو هم اونجا میره؟ یعنی با اندرزگو مرتبط؟ بله مرتبط بودن. خونه حاج شیخ میمد، منزل حاج شیخ میمد، مشهد بودن، رفت آمد داشتن. حالا ما نمیخوایم آبرو کسب کنیم ولی میخوایم تاریخ تحریف نشه، اینا رو داشته باشه. اما اینکه فرمودید که حاج شیخ یعنی یک بار عرض کنم یه بنده خدایی از نزدیکان من رفته گفته بوده فلانی که میاد منزل ما قرآن میخونه. آقای صفایی گفته چقدر قرآن میخونه؟ گفته یه جز. گفته بوده من پیرمرد حداقل روز 5 جز قرآن میخونم. ایشون آقای صفایی ماهرمزون مقید بودن 3 روز یک بار قرآن رو دوره کنن، یعنی 30 روز و 10 دوره قرآن رو دوره میکرد. شما طبیعتا با این سرعت قرآن خوندن که آدم به اون مثلا تو هر آیه اون تدبرها رو نمیتونه داشته باشه. اونس که داشته باشی، ببینید یه بحث قرائته، یه بحث ترتیل، فقرأ القرآن علی مکسن، تأمل، یه بحث تدبر. ایشون به منم میگفتن قرآن رو بخون. قرآن رو میخونی انست باشه، ذکرت باشه و تأنی داشته باشه. من یه کتابی رو ازشون دیدم کتاب کنار قرآنشون یادداشت کرده. وقتی شما انس بگیری، اولا این ادبیات در درون جاری بشه، این آهنگ در درون جاری بشه، درست شد؟ وقتی که جاری میشه این آرام آرام رو دلت مینشینه و مرحله بعد تدبرش ایجاد میشه که خودشون هم تو کتاب مسئولیت سازندگی تدبر و تعقل و اینا و مراحلی که انسان با قرآن بعد انس میگه. چون قرآن یه مرحله لطائف داره، ظرائف داره، حقایق داره، هر کدوم از اینا یه مقدماتی میخواد. مرحله اولی که تو روش برداشت میگه مرحله تسلطه و اونجا توصیه میکنه که هر چقدر میشه بیشتر بخوانیم. پس قرائت، تکرار قرائت تسلط رو میاره. ولی این یه ارتباط قلبی هم بیشتر با قرآن ایجاد میکنه. 100%. یعنی قرآن رو میخونی که ازش استفاده کنی. زیاد خوندن قرآن یه سطح، یه عمقه. لازمه یه سطحش اینه که شما زیاد همه قرآن رو بخونید تا مجموعه رو، چون بعضی موارد قرآن یفصل بعضا، وقتی شما می‌بینید این آیات دیگه توضیح دادن، یه مطلبه، یه عمقه. حتی آیه رو باید عمیق داشته باشین. یا آیه چی میگه؟ ان فضله کان علیکم کبیرا، یعنی چی؟ این سوال مطرح کردن که ایشون خیلی مقید بود و حتی ایشون گفت کنار سوالا بایستید. چرا لیلة القدر خیر من 1000 شهر؟ چرا تنزل الملائکه و الروح؟ چرا لازم اینه که آقای امام صادق علیه السلام فرمودن برای اثبات حقانیت ما سوره قدر رو بخونی؟ چرا ربطی سوره قدر به ولایت داره؟ حضرت فرمودن که خب این که روح نازل میشه، بر کی نازل میشه؟ اون ملائکه بر کی نازل میشه؟ بر همه آدم ها؟ برای یه قلبی باید باشه که وسعت داشته باشه. بله ما ملائکه داریم، من بحثی دارم در مورد ملائکه، 8-9 جور ملائکه ما داریم. بعضی از ملائکه هستن که عرض کنم ذاکر مؤمنین هم هستن، حافظن، مدافعن، حامیان داریم. بله این حرف هست. مستغفرن، یستغفرون للذین آمنو، استغفار میکنن برای مؤمنین، چون مؤمنین کم دارن. یه کسانی خدا گذاشته که مستغفرش باشن. ببینید ملائکه، اجنه، جنه مؤمنین، دقت کردی؟ و عرض کنم خود مؤمنین اینا کمککار همدیگه هستن. حتی ملائکت الله اعوانی، کمک میکنن، حافظ هستن، رابطن، رزق و پخش میکنن برای مؤمنی. و ملائکه اعظم که روح اسمش هست، این بر قلب مطهر آقای امام زمان علیه السلام و هر امام زمانی نازل میشه، مقدرات رو مشخص میکنه. عالم و آدم بی برنامه نیست، انسان
و آسمان انسان از هم منقطع نیست. خداوند عالم رو و آدم رو خلق نکرده رها کرده باشه، همونطور که کلام یهود میگه به ما واگذار کرد، ما نسل برتری. ید الله مغلوله. قل چیه؟ لعنت ما قالوا بل یداه مبسوطتان. خدا میبخشه، یرزق من یشاء به غیر حساب. رازق، مدبر، او افراد او باغبانی میکنه، ما رو میکاره. زرعناکم، زرعنا یعنی کاشتن، انشعناکم ایجاد کردن، خلقناکم خلق کردن. خب دیگه وارد واجا اون رابطه ای که داشتیم، حالا به رو بحث قرآن رفتیم، اون رابطه ای که شیخ با قرآن داشت روزی 5 جز میخوند، خب اون بحث تسلطش هم هست. اون رابطه قلبی و عاشقانه و عاطفی هم شما شاهد با بودید. گریه میخون، با آهنگ میخون. یه بار با همدیگه رفته بودیم یاسوج، کنم خدمت شما سالار 9 میشد، سال ایرانی. عرض کنم حضور شما، به من گفت قرآن بخون. نشسته بودشون بالای جایی، منم پایین بودم تو روستاهای یاسوج. عرض کنم اسمشم فراموش کردم. من قرآن میخوندم و اون موقع عینک نداشتم. بعد بعضی از آیات اشتباه میکردم، ایشون تصحیح میکرد. بعد گفت برگرد درست بخون. هر جا که میرفتیم سنتی که ایشون داشت قرآن بخونید، روایت بخونید، روایت رو توضیح بدید، خودشون هم جنبندی میکرد، نکات رو مطرح میکرد. گاهن اینقدر که سوال مطرح میکرد جواب نمیداد. حالا من بخوام یه خاطره بگم طولانی میشه. بله اهتمام داشت ایشون. خانم ایشون میگفتن که و یکی از دوستان دیگه میگم من با حاج‌شیخ میادم، حاج‌شیخ منزلشون کنار رودخونه بود، رودخونه موقع آب داشت. بعد گفت حاج‌شیخ میرفت پاشو میگذاشت و شروع میکرد نهج البلاغه رو با صدای بلند خوندن. بارها نهج البلاغه از اول تا آخر خوند. صحیفه سجادیه رو خونده بود. یعنی وقتی انسان میرفت تو اندیشه ایشون، بعضی افرادی که میگفتن ایشون مستند حرف نمیزنه، عشقی حرف میزنه، حالات خودشه. بعد من خودم چندین بارم با ایشون بحث داشتم این صحبت ها رو. ایشون نمیخواست، ایشون میگفت من از غیر از اهل بیت گفتم و از قرآن رو بر خودم حرام میدونم. توی فهم ایشون از قرآن مثلا مقدماتی مثل فهم فلسفی و اینا به نظرتون لازمه؟ همه رو میدید. ایشون حتی به ما میگفت برید ببینید فلسفه غرب، فلسفه اسلامی، فلسفه میگفت اینا رو ببینید. من چند وقت پیش خاطره مطرح کردم، با حاج‌شیخ داشتیم میرفتیم، از منزل ما اومدیم منزل ایشون. یه روزنامه کیهان افتاده بود زمین پاره. ایشون یه نگاهی کرد و روزنامه رو برداشت. دیدم نگاه کرد. اومدیم خونه، داشت میخون. یه مقاله ای بود که هم مقالات خوبی گاهن داره و اکثرا هم داره. من خودم کیهان رو که میگرفتم به خاطر مسئله سیاسیش نمیگرفتم، به خاطر مقالاتش میگرفتم. اومدیم بعد توی خاطره ای که خداوند رزق رو تقسیم میکنه، یه جاهای رزق رو بهت میرسون که خودت نمیدونی، گنجا تو خرابه هاست. این خاطره رو گفت که داشتیم میرفتیم با یکی از دوستان. نگفت من گوشام تیز شد. بگو من یه سوالی داشتم. بگفت دیدم اون مقاله داره به همین سوال من میپردازه. یکی از نویسنده‌های خارجی، اندیشمند خارجی، بگو همون سوال رو. خب جواب من دارم جوابمو میگیرم دیگه. رزقی که فرستاده. حالا نه اینکه اون یاد بگیرم، اون داره میپردازه، یه اندیشه است، یه فکره. نبندیم خودمون. ببینید کسانی که مختوم میشن، ختم الله علی قلوبهم، چون فکر میکنن کافیه، دنیا به همینه، تمام شد دیگه، جایی نیست. خیلی موقع همین دوستانی که ما اندیشه استاد صفایی رو این موقع مثلا میبینیم دارن کار میکنن، خیلی یه جوری برخورد میکنن که بابا اندیشه استاد صفایی کافیه دیگه، نمیخواد به چیز دیگه بخونید. اصلا خودشون شدیداً مخالف بود.
و شدیداً میکوبید. منم این خطر رو احساس میکنم. حاجق ببینید آخرین کلامی که یکی از آخرین حرفا و نصایحی که مرحوم استاد رحمت الله علیه به من داشتند بالای سر حضرت رضا تقریبا 1 ماه قبل از رحلت ملکوتی ایشون به من فرمودن، من نکات رو گفتم، من سرفصلا رو گفتم و حتی تو نوارای من مطالبی هست که تو کتابا نیست. این نکته رو توی وصیت‌نامه‌شون هم دارن که نوارها جلوتر از کتاب هاست. بله بله احسن. اینو به خود من شفاهی گفتن و اگر 3 بار گفتم و اگر زنده دلی پیدا بشه، فهمیدم دارن با من حرف میزنن، چون قبل ایشون وصیتشون رو میخواستن جبهه برن که داستانی هم داره جبهه رفتن ایشون. خب منو وصی خودشون کردم و عرض کنم وصی خودشون کردم. اگر زنده دلی پیدا بشه اینها رو چاپ کنه ارزشمند. که من یکی از چیزایی که از خدا خواستم بهم فرصت بده و شما الحمدلله دارید این کار رو میکنید که نوارها رو تنظیم کنیم، تطبیق کنیم، تکمیل کنیم، تبیین کنیم و عرضه کنیم و مستند کنیم. این کاری که حالا این فرمایش شما خیلی برای من الان ارزشمند بود که مرحوم استاد سرفصل ها رو گفتن. یعنی قرار نیست باب در فکر بسته بشه، در مطالعه، در تطبیق اندیشه ها. قرار با اون سرفصل هایی که استاد گفتن حالا ما جلو بریم و پیش بریم، نه اینکه فقط اندیشه استاد هی تکرار بکنیم. حالا تو مسئله اندیشه و فکر و تعقل که قطعا حتی شما در مورد احکام گاهی یک حکم که مثلا 5 سال پیش یا 10 سال پیش یا 50 سال حرام بوده، فلان ماهی حرام بوده، فلان ارتباط حرام بوده، فلان گفتگو فلان خانم با مرد مورد نکوهش بوده، توی شرایط ایجاد میشه خانم دکتر متخصص تو شرایط و روابط نه تنها حرام نیست که واجبه مشارکت کنه. وجوب و حرام تناقض در دین نیست، موضوع عوض شده، شرایط موضوع رو عوض کرده، یه عنصر اضافه شده. تا حالا فکر میکنیم این فلان ماهی فرض نداره، خب میگفتیم حرامه، الان رفتن دیدن فرض داره. من این بحث خدا رحمت کنه آیت الله مؤمن باشون مباحث جدید رو مطرح میکردیم، صحبت همین بود. خیلی مباحث بود. آقا خرید و فروش خون کسی بخواد مثلا بره یه کلیه‌شو برفروشه فرض بگیرید، آیا این خب ببینید مباحثی داریم که به بدنت حق نداری ضرر برسونی، حق نداری یه سوزن به دست خودت بدی. خب این چجور میتونه بره خونشو برفروشه، چجور میتونه بره مثلا فرض بگیرین یه کلیه‌شو بده فرض بگیرین. موضوع عوض شده. اون موقع هدر رفتن بود، اون موقع محروم کردن بود، الان احیاگریه. موضوع عوض شده. باب اجتهاده بازه. احسن. اگر در مسائل احکام باب اجتهاد بازه، چون به خاطر اینکه هم فهم ما و هم موضوعات ما، فهم ما گسترش پیدا کرده، موضوعات ما هم عوض شده، موضوعات جدید و موضوعات قدیم در شرایط جدید عنصر در اضافه باب شده. اندیشه که حتما ما باید 100% اصلا اندیشه رو میگن در تقلید، در به حساب در عقیده نیست، در فکر نیست. شما اول هر رساله‌ای که بخونید میگه در مسائل عقیدتی اصول عقاید تقلید بردار نیست، ما در فروع هستیم. اصولا خود باید بری پیدا کنید. تو باید بگی من ایمان آوردم. چرا؟ چون خدا این توان رو بهت داده. خب یه سرفصلای خیلی خوبی باز شد که حالا فعلا این گفتگومون مدتش بنابر تنظیمی که دوستان کردن تموم شد. منتها حالا با همین سرفصلایی که باز شد انشالله گفتگوهای بعدیمون رو اگه شما فرصت داشته باشید ما توفیق داشته باشیم خدمت شما برسیم و انشالله پیش ببریم. زنده باشید. شما رو خدا میسپارم. شما عزیزانی که با ما همراه بودید در این گفتگو رو هم به خدای بزرگ میسپارم. انشالله ادامه همین گفتگومون که سلوک استاد صفایی در اعمال عبادی و در برخورد با قرآن و فضای ماه رمضانه انشالله در گفتگوهای بعدیمون با استاد لاجوردی پی میگیریم. خدا نگهدار.
میکنم.